شاید آینده موتورسواری اینجوری بشه. این فقط نظر من نیست. میگن کاوازاکی طراحی این ربات رو از بدن سگ و اسب الگو گرفته. دیروز تو نمایشگاه اوساکاکای ژاپن کاوازاکی از این محصولی رونمایی کرد که برگای کل دنیا ریخته. نمیشه موتور صداش کنی نه ربات. یه چیز ترکیبیه اما خیلی عجیب غریبه. کاوازاکی اسم این موتور 4 پا رو گذاشته کورلئو که قراره بیشتر تو زمینه‌های امدادی، نظامی، صنعتی و لوجستیک استفاده بشه. دلیلش هم اینه که کورلئو دقیقاً مثل سگ یا اسب میتونه از هر چیزی تو طبیعت رد بشه و انسان یا بارش رو با خودش جابجا کنه بدون اینکه تعادلش به هم بخوره. اینجا دیگه خبری از چرخ و لاستیک و کلاچ و گاز نیست. AI یا همون هوش مصنوعیه که این 4 پا رو مدیریت میکنه. عملاً یه حیوان رباتیک زیر پاته که تو شرایط مختلف سیستم حرکتی و تعلیقش رو با بدن هماهنگ میکنه. کاوازاکی این بار از یه انجین هیدروژنی توی این محصولش استفاده کرده که به نسبت انجینای لیتیوم ایونی یا همون برقی میتونه ساعت‌های طولانی‌تری انرژی تامین کنه و خروجیش فقط بخار آبه بدون 1% آلایندگی. آینده هم جالبه هم ترسناک. به نظرتون چند سال دیگه این ربات‌ها جاشون رو بین مردم باز میکنن؟